سلام به چنل ساحره یابی خوش اومدید. امروز یه ویدیو داریم براتون از ویدیوهای معرفی کتاب. امیدوارم خیلی پر انرژی شروع کرده باشم و بشین میخوایم راجع به کتاب صحبت کنیم. کجا میریم؟ واقعا کجا میریم؟ یعنی اصلا از بحث کتاب و فیلم برای معاشرت دلنشین تر داریم؟ نداریم. چرا؟ به نظر من وقتی که ما داریم راجع به کتابا و فیلمای مورد علاقمون صحبت میکنیم، داریم به بهترین نحو خودمون رو بیان میکنیم، چون کاملا برداشتمون رو از یک داستان، از یک ماجرا میریزیم وسط، بعد تو حرفامون خودمون هم بهتر میشناسیم. اون وقت میفهمیم از یک ماجرای عاشقانه برداشتمون چیه، از یک ماجرای حماسی برداشتمون چیه، و کلا داستان خوندن صدای منو و کلا داستان خوندن باعث میشه درک بهتری خودمون داشته باشیم. یعنی اینکه ما قابلیت اینو پیدا میکنیم خودمون رو بذاریم جای شخصیتی و باهاش پیش بریم، بخشی رو از خودمون کشف میکنیم که توی تجربیات زندگیمون پیداش نکردیم. مثال میزنم، زنی که هیچ وقت مادر نشده، زنی که تجربه مادر شدن نداشته، وقتی داره کتابی رو راجع به یک مادر میخونه، اون مادر وجودش رو میتونه شکوفا کنه، میتونه خودش رو به عنوان یک مادر بهتر درک کنه. واسه همین دنیای داستان‌ها شگفت انگیزه. یون فوسه که نوبل گرفت، خب من ازش نمایشنامه خونده بودم، ناخودآگاه کشیده شدم به سمت اینکه ببینم داستان‌هاش چه بوده و چه جوری بوده و هیچ وقت بهش خیلی دقت نکرده بودم. نویسنده های نروژی، کلا نروژی ها انگار با خدایان اسکاندیناوی قراردادی چیزی امضا کردن، چون به شدت زبان وهم‌آلودی دارن. سرزمینشون، فضاشون، روی نوشته هاشون و موسیقیشون اصلا تأثیرش یه چیز عجیب و غریبه. یخ میکنی میشنوی، اون سرما رو حس میکنی. خب نوبل رو بردم، هم کلا اصلا سیستممه. یعنی چه میدونم، وقتی علاقمند به موزیک راک شدم، ناخودآگاه که میرفتم میخواستم راک رو کشف کنم بدونم چیه، بندی رو که دوست هم نداشتم میرفتم یه موزیک، دوتا موزیک ازش گوش میدادم بدونم این چی بوده اومده. این آقا نوبل برده، تو نمایشنامه زمان دانشجویی خوندی، رمان هم داشته، اصلا رمان رو بخون ببین چیه، یه ذره پیداش کن، یه ذره یاد بگیر. آسیه خانوم، با خودم من همیشه گفتم، حتی این کانال و صفحه اینستا و این حرفایی که میزنم خیلی چیزا برای یادآوری خودمه، خیلیاش واسه اینه که یادم بیاد میتونم برم بگردم، بیشتر کشف کنم، بیشتر پیدا کنم. حالا ما داریم در میون میذاریم، شما امیدوارم بشینید گوش بدید به حرفام، بعد نظراتتون رو بگید، بعد شاید وسوسه بشید برید این کتابه رو بخونید، بعد بیاین نظرتون رو بهم بگید. تو تاقچه‌ام صوتیش هست، صوتی خوبی هم بود. من معمولا کتاب رو میخونم و کتاب که خیلی سیال ذهن باشه، به غیر از خوندنش دوست دارم گوش هم بدمش، چون وقتی گوشش میدم تو سیال ذهن، وقتی هم میخونی هم گوشش میدی، تصویرها برات واضح تر میشه. ماجرای کتاب ماجرای یک زنه، تو خونش نشسته داره به گذشتش سرک میکشه. کتاب با من شروع میشه و با تو تموم میشه. اصلا نمیخوام چیزی رو اسپویل کنم. واقعا اگه من نمیشناختم نویسنده رو، خیلی اوقات این کار رو میکنم، مثلا کتابی رو خوندم بعد میرم نگاه میکنم ببینم نویسندش کی بوده. اتفاقی مثلا همینجوری اینو برداشتم بخونم، چه داستان عجیبی، اینو مرد نوشته یا زن نوشته. و واقعا وقتهایی که میبینم یک مرد انقدر زبان زنانه رو سلیس و زیبا نوشته، یعنی اگه کتاب رو بخونید و ندونید نویسنده کیه، ندونید نویسنده مرده، مثلا باور میکنید اینو یه زن نوشته، داره میچرخه، داره میگرده، داره خودش رو پیدا میکنه، داره تو خاطراتش میجوره. بعد این خب شیوه سیال ذهن چرخشیه، واسه همین
این کتاب ها رو با دقت بیشتری بخونید یا صوتیش رو همراه با متن گوش بدید. اینکه ما تون کتاب بخونیم نمیدونم، من ترجیح میدم، خودم ترجیح میدم یه کتاب رو عمیق و با درک بخونم. ازدواج کردید یا نکردید نمیدونم، ازدواج مقوله عجیبیه. با هم خونه شدن، با دوست بودن، با رابطه عاشقانه داشتن، ازدواج کلن فرق داره. اگه میخوای درکش کنی کتاب هایی رو که راجع به این جستجو است مثل همین این بخون، چون متوجه میشی یه ماجرایی از کجا شروع میشه به کجا میرسه، طرف چه درک هایی از خودش پیدا میکنه، احساسات چه جوری بالا پایین میشن، تروماهایی که تو زندگی پیش میاد تو رو به کجا میرسونه. و یه رابطه زناشویی، ازدواج، یه بخشی رو ازت آشکار میکنه که نمیشناختیش. هم روشنایی وجودتو میکشه بیرون، هم تاریکی تو. هم یه سری از جاها تبدیل به هیولا میشی، هم یه سری از جاها با کودک درونت میاد وسط، هم یه سری از جاها والدت وسطه. هم بعد وقتی که نشستی، یعنی وقتی یه ازدواج رو پشت سر گذاشتی و داری میجوریش، چیزهایی از خودت پیدا میکنی، به درکی از خودت میرسی که شاید بگم نتیجهش یه واقعی باشه، نه سر ادا. یعنی یا حس میکنی یه سفری رو رد کردی، یک چیزهایی رو دیدی، یک تصمیماتی رو گرفتی، یک اتفاقاتی تو زندگیت افتاده که دنیا تو کن فیکون کرد. رمان رو وقتی داری میخونی نمیتونی بگی رمان داری میخونی، داری یک شعر میخونی که یک نقاشی رو، یک نقاشی پیچیده تو در توی بحمالود رو داره فریاد میزنه. شکی نیست در درون همه ماها یک مرد، در درون من زن یک مرد و در درون یک مرد یک زن داره زندگی میکنه. به شناختش کمک میکنه، خیلی به شناختش کمک میکنه. یعنی وجودت رو میشناسی. تو بعضی وقتا تو رابطه زناشویی همسری ولی میبینی نقشت نقش مردونه‌ایه، یا میبینی نقشت نقش مادر بزرگونه‌ایه. مادر وجود یک زن یکی از پیچیده ترین شخصیت های یک داستانه. ساحره. چه شخصیت های ساحره برای من جذابن؟ ساحره ها مادرن، همسرن، مادر بزرگن و در این حال تنها. من گفته بودم کتاب های جادویی رو خیلی دوست دارم. چرا؟ چون کتاب های جادویی تمثیلی از وجود ماها باید خودمون رو بشناسیم، هممون باید به یه شناختی از خودمون تو زندگی برسیم، وظیفمونه سوار خودمون بشیم. اینجوری شخص اصلا خوشگلی و زیبایی و ادا رو استایلیش بودن بذارید کنار. آدمی که سوار خودشه خیلی کاریزماتیکه، خیلی جذابه، خیلی نشست و برخاست باهاش آرامش بخشه. خب وقتی ما داریم یه کتاب رو میخونیم این وجودیت های خودمون رو پیدا میکنیم، میفهمیم ما چند نفریم، میفهمیم ما چند تا قصه میتونستیم داشته باشیم، کیا میتونستیم باشیم، چی شدیم و برخوردمون نسبت به هر ترومایی که تو زندگی از دست دادن، عزادار بودن، فشاری که تو کودکی بهت اومده، ما برخوردهای متفاوتی میتونستیم داشته باشیم. یه جا میتونستیم بگیم نه کل زندگیمون عوض شه، یه جا میتونستیم بگیم آره کل زندگیمون عوض شه، یه جا میتونستیم بمونیم یه داستان دیگر رو رقم بزنیم، یه جا میتونستیم بریم یه داستان دیگر رو با متفاوت ازش رقم بزنیم و ما میتونیم خیلی چیزها باشیم. توی آلیس پای آتش همه رو میبینی، همه این بودنها کشف میشه، همه این ترسیدنها کشف میشه، همه عواقبی که بابت حرفی که زدیم، بابت موندنمون، بابت رفتنمون، بابت عصبانی شدنمون، همه اینا کشف میشه و درکش میکنیم که
چه اکتی داشتیم و چه نتیجه ای گرفتیم. رنگ های داستان رو میفهمی، اون جنگلی که هست، اون فضایی که هست، اون رودخونه، خود اون زن، اون خونه‌ای که هست، نور کتاب میبره میذارتت اون وسط و تو دیگه این آدمی که اینجا نشستی نیستی، تو زن داستانی، تو داری ورق به ورق کشف میکنیش، پیداش میکنی، سرک میکشی و وقتی کتاب رو میبندی یاد خودت میفتی، یاد خودت میفتی و فکر میکنی وای کجا چی شد، چی گفتم چقدر عوض شد، چی فکر میکردیم به کجا رسید. بخونیدش به عنوان یک زن، هم زن وجودتون هم مرد وجودتون رو بهتر کشف کنید و به عنوان یک مرد با زن وجودتون ارتباط بگیرید و مرد وجودتون رو ببینید، مشاهده‌گر خودتون باشید. این یکی از بزرگترین کشف‌های دنیاست، یکی از شگفت‌انگیزترین چیزهایی که راجع به خودت کشف می‌کنی. اگه خوندیدش من در جریان بذارید، اگه خوندیدش واسم کامنت بذارید، بگید خونده بودم، دوست داشتم، فکر میکردم دارم یک فیلم میبینم، تونستم مشاهده‌گر صفحاتش باشم. اگه دوستش هم نداشتید بچه با دلیل، خیلی بد بود. خب چرا بد بود؟ من دوست نداشتم. یوم فاصله مطمئن باشید نشسته یک کتاب بنویسه که من و تو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. این آدم سفر درونی خودش رو در کلمات به تصویر در آورده و اینکه من و تو بتونیم همراهش باشیم نشون دهنده اینه که من و تو چقدر مخاطب حرفه‌ای و زرنگی هستیم، چقدر من و تو تونستیم از خودمون فاصله بگیریم و یک اثر رو بخونیم و درکش کنیم، خارج از محیطمون، خارج از باورهامون، خارج از چیزایی که فقط تجربه کردیم، برای تجربیاتمون رو بدونیم. چقدر مخاطب حرفه‌ای هستیم. اگه دوستش نداشتیم، اگه به نظرمون بد بوده، با دلیل منطقی صحبت میکنیم راجبش. نه این کتاب به نظر من خوب نبود به این دلیل و به این دلیل، دلایلی که خارج از تجربه شخصیمونه ها. وقتی دارید یک کار رو میخونید، وقتی دارید یک کار رو میبینید، همیشه به خودم میگم آسی سواشو از خودت و یک زندگی جدید رو که میتونست زندگی تو باشه سعی کن تجربه کنی، سعی کن یادش بگیری. اون موقع اگه نویسنده خوب پرداخت نکرده باشه، اگه لفت و لیستش داده باشه، اگه لوس بازی در آورده باشه، اگه فقط خواسته باشه جلب توجه من مخاطب بکنه، اون وقت من کتاب شاکی میشه، حق دارم شاکی میشه. اما یک کتاب رو من دوست نداشته باشم به صرف اینکه اون کتاب تجربه زندگی من بوده، نشون دهنده اینه که من مخاطب نابلدیم. مخاطب نابلدی نباش. خیلی پر حرفی کردم، غرق نشم. امیدوارم لذت برده باشید. منتظر کامنتاتون هستم. اگه این کانال به نظرتون کانال خوبیه معرفیش کنید. پیشنهاد، نظر، انتقاد میپذیرم از جان و دل و امیدوارم بتونم کیفیتایی ببرم بالاتر، هی ازتون بشنوم، یاد بگیرم و با هم دیگه تبادل کنیم، چیزای جدید کشف کنیم راجع به خودمون، راجع به کلمات، راجع به دنیا، راجع به داستان، راجع به نقاشی، راجع به همه چی. و خداحافظ.